سلام دوستان، خوش اومدین به اپیزود جدید پادکست سوما. بعد از یه مدت تأخیر، توقف، پاز، یه چند هفته، یه چند ماه حتی شاید از اپیزود آخر از اتفاقات دی ماه که الان فکر کنم هلوش 100 خورده روز گذشته، 50 خورده روز از زمانی که جنگ شروع شده و من احساس کردم که شاید یه سری حرفایی که روی سینم نشسته، حرفایی که میخواد زده بشه، بیان بشه، گفته بشه، این یک فرصت باشه، یک پلی باشه که بتونه، امیدوارم، حرفایی رو که من در دنیای دیوانه‌وار درونی خودم بلند میگم یه کمک کوچیکی به جامعه، به دوستان، به شماها باشه. و مهمون من، دوست عزیزم، شاید فیوریت گست من، در واقع کسی که از هم بیشتر تا الان رو پادکست سوما اومده، رعنا رحیمپور، که دیگه همگی میشناسید، نیاز به معرفی نداره. رعنا جون خوش اومدی، مرسی که هستی، مرسی که حضور داری. گفتم بیایم با هم دیگه بدون هیچ برنامه خاصی، فقط در مورد این که چی الان، چی این روزها برامون زنده است، چیا احساس میکنیم که شاید اندازه کافی بهش توجه نمیشه، شاید گفته نشده و شاید اشاره بهش نشده. اینجا یه فرصتی باشه که بتونیم راحت باشیم، خودمون باشیم، بیان کنیم هر چیزی که برامون زنده است. دمت گرم که اومدی. مرسی عزیزم. سلام مهران، سلام به همه دوستان جامعه رواننما. اول از همه اگر که از ایران به ما میپیوندین، تک تکتون سلام میکنم، با آغوش باز میبوسمتون، بغلتون میکنم، بر تاباوریتون، تحملتون، صبوریتون واقعا آفرین میگم، تحسین میکنم و میدونم که روزهای خیلی سختی رو گذروندیم و با هم داریم به اشکال مختلف، هر کس به نوع خودش تجربهش میکنه. مهمتر از اون تسلیت میگم به هر کسی که عزیزی رو از دست داد، چه از اعتراضات دی، چه در دوران جنگ. میتونم بگم که شاید ما نفهمیم اون دردی رو که شما دارین تجربه میکنین، ولی دلهامون شکست است با تک تک شما و امیدوارم که شاید یه بخش از صحبتایی که اینجا میکنیم یه کمی، یه مرهمی، هر چند لحظه برای دلهای شکسته باشه. مرسی. از هر جایی که احساس میکنی این روزها یه مقدار روش ریفلکت کردی، شاید میگم زنده بوده در وجودت، در تک تک سلولات، در مشاهده‌ای که کردی، چه اتفاقاتی که داخل ایران افتاده، خارج از ایران، بین ایرانی ها، شاید چند دستگی که ایجاد شده، دوگانگی که ایجاد شده و هر چیزی که رنا احساس میکنی الان برات زنده است که شیر کنی. کل این تجربه این چند ماه گذشته برای من مثل یه رولر کوستر بود، راستشو بخوای. یعنی یک جای خیلی خاکستری که درش عمیقاً احساس ناتوانی میکردم، لحظاتی احساس استیصال داشتم و فکر کنم که احتمالاً برای خیلی از ماها این احساس مشترک بود. احساس خشم، احساس سوگ، احساس انتقام جویی، یه لحظه هایی کورسوی امید گاهی و بعد تاریکی ناامیدی، افسوس و غم. و میتونم بگم که لحظه های حالا شادی به اون معنا خب خیلی خیلی کمیاب بودن توی این چند هفته که گذشته. احساس این که ببین گفتم یه لحظه های واقعا احساس کنم که قلبم داره پاره میشه یا جر میخوره حتی، و اونم این بود که نمیدونستم چی درسته و
خب یه عده‌ای در شبکه‌های اجتماعی اصرار داشتن موضع بگیری، آیا تو طرفدار جنگی یا مخالف جنگی، آیا طرفدار پهلوی یا مخالف پهلوی. فکر کنم طرفدار جمهوری اسلامی خیلی دیگه واضحه که منتها به محض اینکه اگر تو یک موضعی مخالف هر طرفی بگیری بلافاصله میندازن در دامن جمهوری اسلامی، میگن تو حتما اگر مخالف مثلا پهلوی پس حتما آدم، اگه مخالف جنگی پس حتما آدم جمهوری اسلامی، که حالا اینا همش مغلط هست. ولی این فشار، این که تو حتما باید یک هویتی داشته باشی و خودت رو با یک چیزی حتما تعریف بکنی، با یک موضع مشخص باید داشته باشی. تکلیف هم همین الان باید روشن کنیم، در حالی که 90% هفته‌های گذشته من واقعا نمیدونستم چی درسته، الانم نمیدونم چی درسته. و پذیرش این که نمیدونی چی درسته و سیاه و سفید نمیدیدم هیچی رو، این برای خودم هم حتی سخته، خصوصا برای اینکه بالاخره من 15 سال روزنامه نگار تمام وقت بودم. خیلی آدم، انگلیسیش میشه opinionated، همیشه ایده خیلی مشخصی داشتم، ولی به نظرم اون موقع خیلی جهانم سیاه و سفید تر بود. به فکر کردم این درسته و این غلطه، ولی حالا تو این سالهای گذشته به واسطه تجربه های شاید سایکدلیک یا انسانی یا شکلی که زندگیم پیش رفته و در واقع همه اینها، از اون قطعیت راجع به درست بودن نظرم خیلی پایین اومدم و با این حقیقت که میشه نه این بود و نه اون دارم کنار میام و احساس میکنم که حتما باید عجله کنم، سری برم موضع رو تعیین کنم، اعلام بکنم در شبکه‌های اجتماعی، بعد پاشم دیگه وایسم. برای اینکه گاهی وقتا پذیرش این که حالا یه موضوعی داشتی و اشتباه بوده هم سخته. در نتیجه شایدم بگن خیلی محتاط بودم و به قول انگلیسی I chickened out، ولی تا جایی که شد سعی میکنم که بیرون هر مناقشه‌ای وایسم و این تمرین امروزمه. تو چطوری؟ آره، کلماتی گفتی مثل پذیرش، قطعیت، دونستن. خیلی از احساساتی رو گفتی که خیلی ها این روزها میکنن و هر کدوم از این یه احساس یا یه بخش قشنگ میتونیم در موردش مفصل صحبت کنیم. از جمله سوگ که خب یه تمیه، یه موضوعیه که برای من تو این 7-8 ساله خیلی زنده بود و یاد یه تجربه آیواسکا میفتم 2019، یه سال بعد از مرگ بابام، که انگار من میخواستم این سوگ رو پشت سرم بذارم یا عجله کنم یا کنترل کنم یا مدیریت کنم یا بدونم که چرا این اتفاقات میافتاد، چرا که با ذهنم، با عقلم، با منطقم، با این چراها به یه نتیجه، به یه جواب، به یه راه حل برسم. و خیلی سریع آیواسکا به من نشون داد که هیچ جوره یا اونجوری که حداقل فکر میکنی قرار نیست به یک جواب یا به یک نتیجه تمیز برسی و اینکه سوگ یک پروسس که لزوما نه فقط به زمان مرتبطه، ولی هر چقدر که جسم تو، بدن تو، سایکی تو، سیستم عصبی تو استابیلیتی داره، سیفتی یا امنیت داره، این احساس آمادگی رو داره و یه مقدار جا افتاده ریشه دارتر زمین داره، اون موقع خود به خود اون احساس یا بخشی که بهش میگیم سوگ خودش رو یواش یواش در رو امکان داره آروم بزنه و امکان داره اول با صدای آروم The still small voice within. خیلی موقع ها ما فقط موقعی که حواسمون باشه و واقعا بخوایم بشنویم یه مسیج به ما میرسه. این روزها انقدر سر و صدا بلنده، چه بیرون از ما، چه در سوشال میدیا، چه در فکرها و دنیای درونی ما، که اصلا فرصت شنیدن نداریم. پس اون سوگ که خودش میاد سراغ من، نه اینکه من برم سراغ اون، و اونم در سکوت، در شنوایی، در یک نوع آرامش. و هر چقدر که بدن من، سیستم عصبی من یه نوع عجله یا یه نوع ترس یا یه نوع اضطرابی باشه، دارم فقط اون رو بهش احترام نمیذارم، دارم همچنان سرکوب میکنم، دارم کوچیک میکنم، نادیده میگیرم و با طبیعت به نوعی دارم میجنگم. و تا موقعی که این جنگ درونی باشه
بیرون از خودم، دنیای بیرونم هم یک نوع جنگه. به عنوان مثال تمام آدم‌هایی که من در سالهای اول دیدم یا اتفاقاتی، تجربیاتی که داشتیم، مامانم که 1-2 سال اول همچنان ایران بود، نمیتونست بیاد بیرون، رامین یه سری داستانهای خودشو داشت و منم میخواستم برم دوباره دانشگاه یه فوق لیسانس توی روانشناسی و دوباره درس بخونم و به نوعی کاملا در یک out of body experience بودم. اصلا من نبودم، حضور نداشتم، در بدن نبودم و کاملا دیسکانکت و آروم 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 با کمک سایکدلیک ها، روان نماها، طبیعت، آرامش، سکوت، خود به خود بدن من، تن من شروع کرد صحبت کردن و بالاخره من تونستم گوش کنم و این باعث شدش که در واقع یه سری چیزها، یاداوریها، ابزارها به وجود بیاد که آدمی که الان هستم رو شکل میده یا اجازه میده، فرصت میده که وقتی که بیرون سر و صدا زیاده بتونم اون سکوت درونی، ثبات درونی، اون ابزارهای درونی رو به نوعی اون مرکزیت، اون قطب‌نما، اون نقطه درونی رو همچنان زنده نگه دارم که این روزها میتونم یه کمی بیشتر شاید نقش مشاهده‌گر، witness، کسی که داره observe میکنه، میبینه واقعا برای من حالا اون بعد روانشناسی یا اون بعد از نگاه ترامای جمعی یا ترامای فردی و این بخشبندی، این دوگانگی، این تضادها، تناقضها، جداییها، دعواها، اینا رو همه رو تو اون بازی یا تو اون تله نیفتم، بلکه بتونم مشاهده کنم تا جایی که میتونم. یه موقعی هم موفق نمیشم، ولی کلن برام خیلی جالب بوده که چقدر عجیب که احساس میکنم این روزها همونطور که شاید دوره پندمیک و با کرونا ویروس و این ماجرا خیلی از ماها مواجه شدیم با اون بخشهای درونی، اون احساسات سرکوب شده، اون تاریکی ها سایه که بالاخره میاد بالا که دیده بشه و الان هم احساس میکنم واقعا یک انتخاب، یک فرصت داریم تو این دوره پر هرج و مرج، در دوره بحران که فقط یک انتخاب و پرسپکتیوه که آیا میخوایم توی آینه نگاه کنیم، آیا میخوایم به بخشهای درونی و احساسات درونی که میخوان دیده بشن نگاه کنیم، یا راه ساده تر اینه که تا میزانی که حاضر نباشم سایه خودم رو ببینم، این رو پرتاب میکنم، پروجکت میکنم بیرون از خودم و میشه همون آدمی که میخوام سرکوب کنم، میخوام در واقع تهاجمی، با خشونت، با قضاوت، با یک نگاه منفی اون رو بیارم پایین که احساس میکنم شاید راه حلش اینه، یا احساس میکنم که حتما یه راه حلی باید باشه، یا باید یه چیزی رو بدونم، یا یه نوع قطعیتی که واقعیتش از تراما میاد. چون به نظر من کسی که واقعا یک آرامشی در روح و روان و بدن و تنش وجود داره میتونه یک کمی بیشتر در ندونستن و عدم قطعیت و عدم پیشبینی، عدم اینکه قراره بدونیم چه اتفاقی قراره بیفته، به نوعی یه احساس ثبات یا امنیتی داشته باشه. ذهن من عجیب کار میکنه، ولی خب جواب تو چند جوره دادم. نه خیلی هم خوب جواب دادی. وقتی داشتی از تاریکی ها حرف میزدی، این نگاه خورشید داره غروب میکنه، داره از لای این چیزه میزده، اونجا نور اومد، من تاریک شدم. آره که سر نورم عجیبه. چیزایی که گفتی حرفای منه با ادبیات مهرانی. ولی من فکر کنم که همه زندگی در واقع ما اینجاییم برای اینکه تجربه انسانی داشته باشیم و به رشد معنوی برسیم. هر آنچه که برای ما داره اتفاق میفته علتش
رشد معنوی ماست. تا جایی که حتی یادم رامداس توی یکی از صحبتاش میگفت ما باید به سطحی از یقین برسیم که بگیم که هر آنچه که برای من پیش میاد به صلاح منه، ولو این که درک من ازش، پرسپشن من ازش این باشه که تصور من این باشه که این خیلی الان اتفاق ناگواریه برای من. ولی خب خیلی سخته وقتی تو در دل بحرانی حفظ این نگاه و این میزان از آگاهی که تو حس بکنی که اوکی این یه بخشی از اون تجربه انسانیه. ولی من تو اون روزا به یه دوستی میگفتم که ببین من فکر کنم که ما اینجاییم برای این که همه این احساسات رو مثل یه منیوه انگار که رفتیم حالا اومدیم رو کره زمین تجربه انسانی داریم و روی این منیو این احساسات مختلف هست، مثلا عاشقی هست، سوگ هست، دلتنگی هست، لذت بردن هست، شادی هست، همه اینا هست و بهتره که آدم همشو قبل از اینکه بره تا جایی که میتونه قشنگ تا ته با لذت تجربه بکنه و باهاش بشینه و بچشتش. یعنی تو بدونی که سوگ، وقتی از سوگ حرف میزنی اون درد کجا داره میره، وقتی مثلا داری از خوشحالی حرف میزنی کجا داره میره. در نتیجه یه بخشی از اون چه که داشتم میدیدم برای من همین بود، نشستن با این احساسات که باز بعضی روزا بعضی هفته ها خیلی خیلی سنگین بود، خصوصا توی اعتراضات دی ماه یه زمانی واقعا من احساس میکردم که کل کائنات وزنشون انداختن رو قفسه سینه من و من اصلا نفسم نمیتونه از یه حدی پایین تر بره و احساس میکردم که زیر این آوار کائنات که رو سوار شده من واقعا نمیتونم حتی راه برم. یعنی روزهایی بود که من شاید تنها تحرکم بود که از تخت ساعت 11 خودم میکشوندم جلوی کامپیوتر، حالا تمام شب که پای تلفن در تلاش واسه که خبری آدم بگیره و بعدم کل تحرک روزانه بود که میرفتم پسرم از مدرسه می آوردم ولی واقعا تو گیج و منگی تمام و هی تلاش برای نفس پیدا کردن و ادامه دادن. ولی حتی در حین اونم که داشت اون اتفاق می افتاد میدونی همش به خودم میگفتم که رنا اگر که تو یک یهودی در جنگ جهانی دوم بودی در یکی از مثلا اسارتگاه های آشویتس و تمام خانوادت رو کشته بودن، تو اون لحظه اگر نشسته بودی فکر میکردی که این آخر دنیاست و فکر میکردی که همه چیز فرو پاشیده و هیچ امیدی نیست و هیچ چیزی از این به بعد جلو نمیره. و بعد هی به خودم یادم کردم که ولی نگاه کن از دلش آلمان بلند شد، از دلش اروپا بلند شد، از دلش اتحادیه اروپا در اومد، از دلش کلی برکت هم در اومد. ولی اینا چیزایی بود که باهاش استفاده میکنی که یه ذره به خودت آرامش بدی دیگه. ولی وقتی بهت میگم رولر کوستر واقعا این بود که مثلا اینا هی میومد بالا، بعد من هی قلبت داره فشرده میشه و مغزت داره سعی میکنه آرومش بکنه. یعنی با ادله و استدلال و مثال تاریخی داری سعی میکنی که خودتو آروم بکنی. ولی در نهایت احساس میکنم که وقتی که سوگ میاد و فکر میکنم ایران سوگواره و حتی هنوز فرصت عزاداری هم نداشته تو این ماها، وقتی که سوگ میاد اول باید باش نشست، همونطوری که تو میگی اول باید باش نشست و اجازه داد که بیاد مثل موجه. و برای من خب از دست دادن برادرزادم یعنی بزرگترین سوگ زندگیمه و میاد دیگه. هی حالا اوایل موجا خیلی محکمه میکوبه، بعد آروم آروم تو یه ذره بیشتر میتونی سرت از زیر آب بالا بیاری، یه ذره بیشتر نفس بکشی، دوباره میکشه، دوباره میکوبه، هی میره میاد تا تو آروم آروم بتونی بیشتر بالا نگه داری خودتو. ولی اینا به نظر من باید اتفاق بیفته قبل از اینکه ما برسیم به خشم، برای اینکه خشمم یکی از مراحل سوگه. تو لول فردی چرا من
این سوال این که چرا این اتفاق برای من باید میافتاد، چرایی وجود نداره. ولی تو اول بعد از اینکه شوک و دینایل، استیج بعدیش خشمه، یعنی سرنوشت رو زیر سوال بردن، کائنات رو زیر سوال بردن. در کیس ما من احساس میکنم که ما اصلا نرسیدیم به مرحله denial and then acceptance و بعد anger. بلا فاصله رفتیم توی خشم و از دل اون خشم یه چیزایی زد بالا که هنوزم ماها خیلیاشو نتونستیم هضم بکنیم. یک واکنش هایی زد بالا، یک نتیجه گیری هایی زد بالا، یک تصمیم گیری هایی زد بالا که برای من اینطوری بود که ما اول با عزاداری بکنیم قبل از اینکه اصلا تصمیم گیریم حالا باید چی کار کنیم. ولی متاسفانه فکر میکنم که خشم جمعی ما غالب شد بر این سوگ ما و فرصت داده نشد به خیلی ها که سوگواری بکنن و مهمه طی کردن دونه دونه این مراحل. خب الان ما داریم با شاید ایرانی های داخل ایران که حالا به خاطر محدودیت های اینترنتی امیدوارم، حالا من سعی خودم میکنم روی تلگرام و هر جایی که شده بفرستم فقط صوتی که بتونن دسترسی داشته باشن، ولی بیایم الان یه لحظه برای ایرانی های داخل ایران و برای ایرانی های خارج از ایران شاید نام ببریم. ما هم که نمیدونیم، بنا به تجربیات شخصی خودمون، چیزهایی که خودمون رو شاید کمک کرده این روزها، نام ببریم که چه چیزهایی، چه کارهایی حالا یا چه حضورهایی، چه ابزارهایی میتونه کمک کنه که دردی رو که این لحظه دعوت کرده رو، از جمله سوگ یا عصبانیت، خشم، هر چی، باهاش حضور داشته باشیم. چه چیزهایی تو رو کمک کرده و چه چیزهایی رو میتونیم شاید با ایرانیای داخل ایران شروع کنیم. در این زمان بحران، در زمانی که حالا الان یه آتش بس موقته، ولی در زمان بحران چطور آدم میتونه مواجه بشه با اون خشم، با اون درد، با اون سوگ، بدون اینکه بخواد خام کنه، خنثی کنه، نادیده بگیره، اصلا زمان و انرژیشو نداره، فرصت نداره که شاید بهش توجه کنه. شیوه ها بسته به زمان و بسته به نوع فاجعه به هر حال متفاوته. یعنی بعدم انقدر این بحران لایه های مختلف داره، از لایه اقتصادی، نگرانی راجع به این که الان مردم عزیزانت از کجا قرار بیارن بخورن، زندگیشون از این به بعد چی میشه، ناتوانی از اینکه ارتباط باهاشون چطوری برقرار بکنم، مثلا صداشون رو نمیتونی بشنوی، تصویرشون رو نمیتونی ببینی، سوگواری بابت هزاران نفری که کشته شدن، سوگواری بابت کسانی که بی دلیل قربانی این جنگ شدن، زندگی هاشون ویران شده. یعنی هر کدومش یه شکلی از انرژی تو رو در واقع میکشه و با خودش میبره و به نظر من هر کدومش میتونه باهاش یه جور متفاوت برخورد بشه. ولی برای من مهمترین چیزش دائم برگشتن به اکنونه و اجازه نمیدم که خیلی مغزم دورتر از این جایی که هستم بره. مایندفولنس، نمیدونم مایندفولنس رو به فارسی چی ترجمه میکنن، ولی من حیثم کنم خودم بیارم اون جایی که هستم، زیر پامو حس بکنم، بدنمو حس بکنم، اگه با بچه هامو حس بکنم، دستشون بگیرم، به کلمه که میگن گوش بدم، همه حواسم رو معطوفشون بکنم، با همسرم همینطور، توی هر جایی که هستم خودم رو اونجا نگه میدارم. برای اینکه به یه مرحله خب رسیدم که احساس میکردم که من اصلا قلبم کشش این همه رنج و رنج همه رو نداره دیگه. یه جایی باید واقع بین می بودم که من نمیتونم در واقع اصلا چیزی رو تغییر بدم و یه ذره تمرین این که یه کمی شبکه اجتماعی رو بذارم کنار رو شروع کردم و بعد دیدم که اوکی، حالا مثلا اگه من 3-4 ساعت هم نرم دائم خبر چک بکنم خیلی اتفاقی نمیافته. یعنی هی سعی کردم که یه ذره استرابم رو کم بکنم به وسیله دنبال نکردن خبر و
و تا حد زیادی شبکه‌های اجتماعی، به خاطر اینکه بحثا و جدلای شبکه‌های اجتماعی که واقعا به نظر من نماینده مردم ایران نیست، خصوصا الان که اصلا از داخل کمتر کسی دسترسی داره، به شدت انرژی میگیره، به شدت ایجاد اضطراب میکنه، به شدت ایجاد ناامیدی میکنه. و هر چقدر ما حتی به خودمون یادآوری بکنیم که آقا یک زوم، یه تصویر 20 ثانیه‌ای از مثلا یک گروه 20 نفره که یه رفتار بدی کردن، این به معنی نیستش که همه ماها اینطوریم، این به معنی نیستش که همه دیاسپورا داره این مدلی فکر میکنه یا رفتار میکنه، ولی همون 20 ثانیه به هر حال رو اعصاب و روانت تاثیر میذاره. واسه همین تا جایی که تونستم اونو کم کردم و سختم هست. به هر حال خانواده های ما هم زیر بمبن، زیر تحریمن، زیر تهدیدن، یعنی چاره نیست، باید یه جوری یه راهی پیدا کنیم برای اینکه ما هم تاب بیاریم. یکی از تمرینایی هم که میکنم وقتی که خیلی یهو میکشه منو تو در واقع تراژدی که داره اتفاق میفته، اینه که خودم میذارم روی ماه، رو کره ماه، و این تصاویری که از زمین دیدیم از ناسا منتشر کرده، زمین رو از اون مدلی میبینم از بیرون، و بعد همیشه به خودم یادآوری میکنم که قبل از من میلیون ها نفر بودن، بعد از من میلیارد ها نفر دیگه خواهند اومد، جنگ ها اومدن و رفتن، تمدن ها اومدن و رفتن، و کل این زندگی مثل یه لحظه میمونه که من یه مدتی اینجا این تجربه رو دارم، نمیدونم بعدش کجا قراره برم، چی میشه، ولی بهتره که تا اینجا هستم بابت همه چیش علیرغم سختیش شکرگزاری کنم و متوجهش باشم و هدرش ندم تا جایی که میشه. کلمه ناتوان یا ناتوانی رو استفاده کردی، شاید احساس یا بخشی که این روزها برای خیلی زنده است. به جایی که ما با ناتوانی بتونیم حضور داشته باشیم، بشینیم، میخوایم به توانه برسیم یا میخوایم به کار کردنه یا باز به یه نتیجه رسیدن یا یه نوع آینده رو پیش بینی کردن یا یه کاری کردن، اون انرژی موبیلایزیشن، تکون خوردن. اگر ایرانی خارج از ایران شاید یه احساس عذاب وجدان داره که من الان اگه کاری نکنم دارم بتری میکنم، یه نوع خیانت به مردم خودم که توی این بار سختی و رنج، چه اقتصادی چه ایموشنالی، حالا در لایه‌های گوناگون دارن تجربه میکنن. ولی واقعا یه سوال ساده و ناراحت نشین دوستان اگه اینو میگم، ما واقعا چقدر، الان دارم با ایرانی های خارج از ایران صحبت میکنم، چقدر واقعا میتونیم کمک کنیم اگر که الان در این لحظه چیزی که برای ما از همه چیز بولدتره، زنده تره، حضور بیشتری داره، ناتوانی، ناامیدی، عذاب وجدانه. شاید داریم دعوت میشیم که با خود اون یه لحظه باشیم که شاید من الان هیچ کاری از دستم بر نمیاد، شاید من هیچ کنترلی ندارم، شاید من هیچ کاری نیست که بتونم بکنم و میدونم شنیدن این شاید کمی سخت باشه. و اگه واقعا همون کلیشه نتونم به یه نوعی به خودم برسم، از خودم تیکر کنم، چطور دارم میخوابم، آیا تکون میخورم، آیا قدم میزنم، آیا کامیونیتی و ساپورت سیستم دارم، آیا اصلا از کسی کمکی میگیرم، و شاید این لحظه داره دعوت میکنه که با هر آنچه که هست تو همین لحظه، تو همین موقعیت، چه اروپا، چه آمریکا، چه کانادا، چه هر جای دنیا که الان برای من زنده است، باش حضور داشته باشم قبل از این که بخوام بعد کاری برای کسی دیگه انجام بدم. این خیلی همیشه برای آدم ها عجیبه که احساس میکنن که ما باید به ایمیدیسی یا ارجنسی، یعنی حاد بودن این فضا احترام بذاریم، و این به این معناست که مثل یه پرستار اورژانس دائما در میدونی عجله و یا میدونی بدو از این اتاق به اون اتاق، هزار جا خودمون رو
دستامون رو باز کنیم که بخوایم در واقع یه تأثیر بذاریم و فقط داریم خودمون رو تخلیه میکنیم، خسته میکنیم، پاره میکنیم، یه جورایی بیشتر درد و رنج میسازیم و حتی اینم باز گفتنش یا شنیدنش شاید سخت باشه، کمکی برای اطرافیانمون هم نیستش. چون اگه خودمون رو نتونیم در تمام این بخش‌ها و احساسات ببینیم، ناخودآگاه باعث میشه که به همسرم بپرم، به همکارم بپرم، به اون محیط، به خوابم تأثیر بذاره، بی خواب باشم، استرس باشم، دائما خسته باشم. همون خشمه که میگی الان آنلاین داریم میبینیم به یه نفر دیگه پروژکت بشه، پرتاب بشه، تحمیل بشه و یا موضوعی رو، چیزی رو کنترل کنم که good luck. مثلا اون روزهای اول جنگ شاید همه یه احساس کردن که خب الان دیگه تموم شد و اینا رفتن و دیگه من هفته دیگه سفر میکنم میرم ایران و اینا. دیدیم الان 50 خورده روز گذشته و هنوز توشیم. پس شاید داره این لحظه دعوت میکنه که جدا از این که تو این لحظه بتونم به خودم برسم، به آمادگی یه مسیر خود طولانی تر، بلندتر یا یه نوع ماراتونی رو هم داشته باشم. یا من از خستگی میمیرم. وقتی که ما به بدن توجه نکنیم، همونطور که گبار مته میگه، بدن میگه نه. اگه من توجه نکنم، گوش نکنم به این دردی که الان درون من حضور داره، بدن صداش بلندتر و بلندتر میشه. پس الان احتمالاً دارید شنوندگان تجربه میکنید که الان سینه شما سنگینه یا کمر شما درد میکنه یا یه روزایی از تخت بلند نمیتونین بشین یا خوابتون الان خیلی بد شده یا این احساس ناتوانیه یه جورایی ما رو کاملا پارالایز، یعنی اصلا اجازه نمیده که اصلا من کاری هم بخوام بکنم دیگه نمیتونم بکنم. پس اینا شاید همش یک آینه است، یک جرقه است، یک دعوته که حضور داشته باشیم با هر آنچه هست، از جمله ناتوانی، از جمله ناامیدی. نه اینکه بخوایم از اون بگذریم تا با یه چیز دیگه بشینیم. با خودمون همون الان تو این لحظه، همین الان از خودتون بپرسین که چه حسی، یعنی سنسیشن درون من زنده است، یعنی در بدن من کجای بدنم، اگه یه سکن کنم از سرم تا پام، کجای بدنم داره الان صحبت میکنه. و واقعا باید گوش کنید، واقعا باید بشنوید. برای من تو طبیعت رفتن باعث میشه که بهتر بتونم بشنوم خودمو. کجای بدن چه حسی داره الان صحبت میکنه و چه احساسی الان میخواد دیده بشه. ما خیلی موقعها هممون، چه ایرانی داخل ایران، خارج از ایران، یونیورسالی هممون، اگه واقعا به اون نقاط مشترکمون یه لحظه تمرکز کنیم، هممون نهایتاً یه چیز میخوایم که دیده بشیم، شنیده بشیم، آزادی داشته باشیم، ثبات داشته باشیم، امنیت داشته باشیم. هممون همینو میخوایم. و چطور میتونیم همون چیزها رو به خودمون هم بدیم؟ با اینکه جامعه، کامیونیتی، ساپورت سیستم، ریلیشنالی، تراپیست داشتن، دوست و فامیل و آشنا و اطرافیانی که بتونن ساپورت کنن فوق العاده مهمه، ولی اول از همه اون رابطه‌ای که خودمون با خودمون داریم. پس من چطور میتونم اون حس، اون احساس، اون بخش رو درون خودم بشنوم، ببینم، حضور داشته باشم، تا یه حدی بپذیرم، پذیرایی، اون کلمه‌ای که گفتی، بدون اینکه بخوام خام کنم، خنثی کنم، پروژکت کنم، فیکسش کنم، راه حلی براش پیدا کنم، قرصی بخورم، علاجش کنم، نسخه‌ای بپیچم، فلان کنم، دکتر و استادی ببینم که بهم بگه چیکار کنم. نه، بیرون از خودمون نیستش. میگن طبیعت has created the antidote for the wound that is there. Nature has already created the antidote for the injury that occurred. یعنی طبیعت در وجودش انتیدوت چی میشه؟ اون پادزهر اون زخم رو داره. پس درون ما، شاید شنیدنش سخت باشه، عجیب باشه، بدون سایکدلیک و رواننما، بدون حالا لزوما مراقبه و فلان، همین الان اون پادزهرش وجود داره. اون
این کلمه رو دوست ندارم ولی راه حلش هم وجود داره، هیلینگ وجود داره، شفا وجود داره، به شرطی که فقط حاضر باشیم یک لحظه حتی در شرایط بحران به اندازه سکوت باشه، شنوایی باشه، حضور باشه. و واقعا هم زیاد طول نمیکشه. میگن یه اموشن 10 ثانیه باورت میشه طول میکشه تا پروسس بشه یا به نوعی اینتگریت بشه. نمیخوام حالا همه احساساتو بگم ولی اصولا مثلا میگن تو یه لحظه که یه نفر منو عصبی میکنه، اگر فقط باش تو اون لحظه با عصبانیت تو بدنم حسش احساسش باشم، خیلی زودتر از اونی که فکر میکنیم میاد، دیده میشه، میگذره با یه نفس. ولی تو اون لحظه ما چیکار میکنیم؟ نفسمون رو میگیریم، گارد و زرمون و دیوارمون میره بالا، ریاکت میکنیم به جایی که ریسپاند کنیم و امکان داره دعوا کنیم، پرخاش کنیم، پرتاب کنیم، بجنگیم، خام کنیم، خنثی کنیم، کنترل کنیم، مدیریت کنیم، 1001 کار بکنیم، به جایی که فقط اون 7 ثانیه 10 ثانیه رو با اون عصبانیت تو این لحظه باشم. قبل از اینکه اون کامنت رو می‌نویسم، قبل از اینکه اون مسیج دردناک و منفی رو میفرستم، که در ضمن دوستان این یه پرانتز، هر چقدر که ما به یه نفر اون زهر رو بخوایم بفرستیم، بزنیم، بگیم با کلاممون، با ادبیاتمون، با این کارو کردن، اگه یک داریم به اون ضربه میزنیم، داریم 10 به خودمون ضربه میزنیم. 10 برابر داریم خودمون به خودمون داریم اون رو. برای همینه که چقدر نیازه که یه لحظه سکوت انعکاس کنم، حضور داشته باشم، مکس کنم، فرصت بدم قبل از اینکه یه وقت ناخودآگاه اون عکس العمل رو نشون میدم. دوباره رسیدیم به خشم. وقتی که داشتی حرف میزدی و به این که همه نیازهای ما در نهایت شبیه همه اشاره کردی، یکی از چیزهایی که تو این دوره همیهای هفتگیمون به کرات راجبش حرف زدیم همین بود که تمرین ما باید این باشه که بتونیم از طرف مقابلمون، هر طرفی که باشه، انسانیت زدایی نکنیم. اتفاقی که در نتیجه این خشم افسار گسیخته افتاد این بود که هر کسی که سریع به یه نتیجه رسید و با یک موضعی گرفت، رفت در این جبهه که هر کسی مثل من فکر نمی‌کنه باید حذف شه. و اینقدر این طیفش بزرگ بود که تو فقط اونایی که مثل تو فکر میکردن توی سمت خودت جا میگرفتن. و تو صحبتامون خیلی اومد بالا که ما دیکتاتور درونمون رو اول باید باش کار بکنیم، یا جمهوری اسلامی درونمون رو باید مهار بکنیم. و یه لحظه هایی بود که من هی به خودم نگاه میکردم وقتی که مثلا آدم میومدن دایرکت بد و بیرا میگفتن و یه سرشون رو بلاک کردم همون روزای اول که خب منم عصبانی بودم. بعد که یه ذره خشمم فروکش کرد، به این فکر کردم که رعنا، فرق تو با جمهوری اسلامی چیه اگر که تحمل حتی واکنش توهین‌آمیز یه آدمی رو واکنش دیگه آزادی بیانشه نداری. تنها تفاوتت با جمهوری اسلامی اینه که اون اسلحه داره، هر کی مثل خودش فکر نمی‌کنه رو یک تهدید میدونه، میکشه یا میندازه زندان. تو نمیتونی بکشی ولی بلاکش میکنی. بلاک کردن یعنی چی؟ یعنی ممنوع التصویر کردن، ممنوع الصدا کردن یک آدم دیگه. و تو اون لحظه ها با خودم فکر کردم که تا تک تک ما نشینیم با این جمهوری اسلامی درونمون، چای نخوریم، نیازهای اون جمهوری اسلامی درون رو نشناسیم و درکش نکنیم. لزوما درک کردن به معنی موافقت کردن نیست. درک کردن فقط فهمیدنه. ممکنه ما کماکان مخالفش هم باشیم ولی میتونیم یک جایی واسه این که ببینیم اون از کجا داره میاد، خواستگاه اون واکنش چیه، قائل باشیم. برای من یکی از تمرین‌ها این بود که رعنا میتونی جمهوری اسلامی درونتو مهار کنی و بذاری که این آدم‌ها اصلا بیان
خودشون رو تو خالی بکنن. کما که مثلا در یک دموکراسی آدم ها اجازه راهپیمایی مسالمت آمیز دارن، همینجا تو لندن میان هرچی هم دلشون میخواد به مقام و شاه و از بالا تا پایین میگن، پوسترشون رو میکشن، فوش میدن، بد و بیرا میگن و بعدم میرن خونهشون. ولی تو 1/10 این کار در ایران نمیتونی بکنی بدون اینکه جانت رو به خطر بندازی. و برای من تمرینم اینه الان که آیا میتونی از پشت این پرده اختلاف نظر، یکی جمهوری خواهه، یکی سلطنت طلبه، یکی ارزشیه، یکی جمهوری اسلامی خواهه، آیا میتونی که یه جا وایسی و همه اینا رو بشنوی و بعد در پشت همه اینها که صرفا نظره، حالا بعضی از اون نظره خب در داخل ایران به عمل تبدیل شده و وسیله سرکوب شده، ولی در نهایت در وهله اول این در ذهن ما وجود داره دیگه، نظر این که من فکر میکنم که فلان مدل سیاسی، مدل حکومتداری بهترین مدله. فرای اونا یک انسان ببینی، میتونی ببینی که اون آدمی که داره میگه مرگ بر جمهوری اسلامی، فارغ از این که آیا موافقم من با این شعار یا نه، یا درود بر مثلا جمهوری اسلامی، یا مرگ بر شاه، یا درود بر شاه، آیا میتونی اصلا اینا رو بذاری کنار، بگی آقا پشت این آدم یه رعنایی نشسته، یه مهرانیه، یک رضاییه، یک علیه، یک صنمیه، یه آدمه که قلب داره و همه اون احساسات انسانی رو که من تجربه میکنم به شکلی تجربه میکنه. اون هم احساس ترس میکنه، یا اون هم احساس خطر میکنه، یا اون هم احساس دلشکستگی میکنه، یا او هم سوگواره و ریشه اون واکنش رو بیشتر ببینم تا خود اون چیزی که حالا داره بروز پیدا میکنه، که خب لزوما هم همه وقتا باهاش موافق نیستم، ولی بگم اوکی پشت اون بازی آدمیه که من دلم خواد اون آدم رو بفهمم، بدونم که اون آدمم محبت میخواد، اون آدمم عشق میخواد، اون آدمم امنیت میخواد. واسه همین تمرین این تجربه انسانی ایرانی بودن که ما انتخاب کردیم، تمرین رشد معنوی در لول های غیر معموله با زندگی یک اروپایی و تجربه زیسته اون خیلی متفاوت تجربه ما. باز ما الان توی آتیشیم، توی فرصتیم که انتخاب کنیم که میخوایم تو این لحظه چجوری حضور داشته باشیم در دل این آتیش، که همیشه و همیشه، اینم قبلا گفتم، حتی بابام تا لحظات آخر زندگی حالا فیزیکیش انتخاب داشت که نخواد به عنوان مثال یک اعتراف اجباری کنه یا حتی زیر شکنجه اون آزادیش رو رها کنه یا زیر بار کسی بره یا بر علیه خودش یا کسی دیگه ای صحبت کنه. حتی در اون چارچوب سلول اوین، دیگه خطرناکترین جایی که شاید بتونی خودت رو پیدا کنی. پس وقتی که من دارم میگم ما همه انتخاب داریم و یا آزادی هم یک انتخابه، من از اونجا و در عمق همون تجربه آیواسکا و سایکدلیک ها و زندگی تجربی خودم که سالیان باهاش نشستم، یک کمی رو خودم کار کردم، نهایتاً به این نقطه رسیدم که حتی در دل آتیش، در دل بحران، ما همچنان انتخاب عملیات داریم، همچنان امید هست. همین اخیراً یه ماده یوز پلنگ، یوز آسیایی، 5 تا کاب، توله میگن، 5 تا بچه در شمال شرق ایران در خراسان دیده شد. همین تازه، یعنی داستان همین چند هفته پیشه. اون یوز هم که سمبل امیده، سمبل رزیلینس و یه نوعی زندگی، زنده بودن، زندگی جریان داشتن، زندگی ادامه داشتن، زندگی رو ساختن،
در دل عمق فاجعه، خوشسالی و ناامیدی همچنان زندگی رو پیدا میکنه و الان بچه دار هم شده و همچنان هستن، با اینکه فوق‌العاده محدود با تعداد کم، ولی هستن. پس الان یا میتونیم با این دردی که هست باشیم، حضور داشته باشیم، خودمون رو ببینیم، بشنویم، یا میتونیم انتخاب کنیم که همون fight, flight, freeze، حالا تو گفتی خشونت به معنی جنگیدن، اون اسلحه داشتن، ولی فقط اسلحه نیست رعنا، ما با حرف هامونم به نوعی یه اسلحه هست. شاید حالا شما تو ذهنتون دو جور متفاوت میبینید، ولی میخوام فقط بهتون بگم با یه مثال که شاید قبلا حتی در موردش اشاره‌ای نکردم، صحبتی نکردم، که حالا اخیراً باز این داستان بابام و محیط زیستی‌ها و یه سری حرفای چرند و اشتباه دست به دست شد و پخش شد آنلاین سوشال میدیا، که ما یه پست هم گذاشتیم در جواب بهش. خیلی از شماها نمیدونین که یه نفر به خاطر یه خصومت شخصی که با یکی از همکاران پدرم داشت، شروع کرد یه سری حرفها، یه سری تهمتها، خشونتها، قضاوتها بر علیه اونها، یه سری مقالات نوشتن. به خاطر انجیو پدرم میراث پارسیان موفق بود به عنوان یک انجیو ایرانی، خیلی به نوعی کردیت داشت، رپیوتیشن خوبی داشت، با UN کار میکرد، با سازمانهای گوناگون کار میکرد، پروژه فوق‌العاده زیبایی داشتش برای کمک به یوز آسیا و کارهای خفنی داشتن میکردن، و شاید به هر دلیل این باعث شد که یه نفر به خاطر اون ترس خودش، درد خودش، اون خشم خودش، اون رو پرتاب کنه به سمت اینا و یه سری حرفا، مقالات نوشتن که در طی 1-2 سال شد همون خوراک گروه سپاهی که از رو اون اومد شروع کرد یه پرونده ساختن، که اون پرونده که در تصنیم نیوز و غیره چاپ شد اون پرونده‌ای که بر علیه پدرم و گروهشون استفاده کردن. یعنی دوستان، باز دعوت، باز انتخاب، خودتون بهتر میدونید، ولی کلمات ما هم، پستایی که میذاریم، کامنت هایی که میذاریم، عواقب میتونه داشته باشه. این داستانی که میگید پدرم یا محیط زیستی یا ناخودآگاه اشتباهاً یه سری سایت های موشکی و زیرزمینی پیدا کردن، نه تنها کمکی نمیکنه، ولی میتونه حتی یک خطری زنده کنه باز برای محیط زیستی های داخل ایران. یعنی شما برای همون مردم که میخواید آزاد باشن و میخواید زیر حجم بار فشار و سرکوب و خشونت نباشن، ناخودآگاه دارین همون رو ایجاد میکنید. خیلیامون. و برای همینه که باز هم دعوت که تو این لحظه انتخاب ما چیه؟ حضور، خشونت، قضاوت، جنگیدن، فرار کردن، بی‌حس کردن، چیه؟ انکار کردن واقعیت، انکار کردن طبیعت. اصلا الان صحبت و بحثی نیستش، حالا وارد اون موضوع نشیم که الان بالاخره شما طرفدار جنگی یا نه، دیگه مهم نیست. الان 50 و خورده روز گذشت و اینم حالا به عنوان یک راه حل دیده میشد و شاید منم نمیدونم، ولی فکر کنم به اون نتیجه‌ای که میخواستیم و فکر میکردیم یا انتظارات بلند بالایی که داشتیم نرسیدیم. پس شاید این لحظه داره دعوت میکنه که شاید من نمیدونم، شاید اشتباه کردم، شاید راه دیگه‌ای هم وجود داره. سیستم های سرکوبی چیزی که میخوان اینه که ما امید رو از دست بدیم، این که ما دوگانه باشیم، در تضاد باشیم، در دشمنی باشیم،
بر علیه هم بودن، مخالف بودن، در جناح‌های چپ و راست و غیره باشیم. و بزرگترین خیانت یا بدی یا خشونت یا سرکوب از نگاه من اینه که از ما امید رو بگیرن، اون احساس خلاقیت رو بگیرن، یا اینکه دیگه هیچ راه حلی وجود نداره تا یه لحظه فقط باشید، اصلا بدون دلایل انتلکشوال نمیدونم منطقی، که چقدر عجیب که ما به نقطه‌ای رسیدیم که فکر میکنیم جنگ تنها راهه. خود این فقط با سوریالیتی یا ابسوردیتی یا دیوانگی این یه لحظه فقط باشیم، بدون باز تمام داستانها و مسیرها و این ماجرا که هیچ راهی نبوده و تنها 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 یاد اون داستان یوز بیفتیم، اینه که جنگ راهشه. همون ابزار، همون تاکتیک، همون کاری که همین سیستم و رژیم مستر کرده، پرفکت کرده و ما میخوایم وارد همون بازدی بشیم که اون در طی این همه سال کرده و واقعا فکر میکنیم که اونه حالا راه حلش. به اون دوگانه ها که اشاره کردیم من میخوام یه چیز دیگه هم اضافه بکنم. این سیاه و سفید دیدن مطلق، نمونه دیگهش برای من سفر رامین به ایران بود و این واکنش های خیلی عجیب، این دامن زدن به بی‌اعتمادی، این دامن زدن به اتهام زنی. و جالب اون موقع همه میگفتن که چرا رامینو نمیگیرن، چطور رفته نگرفتنش. و من همه بحثم اینه که نه، ما مطالبهمون باید حق برگشته به وطن باشه، نه اینکه انقدر ابراز تعجب بکنیم که اونی هم که تا الان نگرفته به خودش شک کنه، فکر کنه که و نکنه ما حتما باید بریم فلانی رو بگیریم. اتفاقا برای من لحظه این که رامین تصمیم گرفت ایران لحظه امیدبخشی بود، برای اینکه احساس کردم که اولش که به هر حال جرأتی میخواد. من اگه بچه نداشتم میرفتم ایران، ولی چون 2 آدم دیگه زندگیشون به زندگی من وصله، نسبت بهشون مسئولیت دارم و نمیتونم اون ریسک رو بکنم. ولی فکر میکنم که نه، ما باید اتفاقا به جای اینکه دامن بزنیم به این سرکوب، به این توهم توطئه، به اتهام زنی علیه همه و علیه همدیگه، یه لحظه به این فکر کنیم که حقمون چیه و بعد پای اون حقه وایسیم. حق همه ماست بتونیم بریم ایران، به جای اینکه هر کی رفت ایران رو زیر سوال ببریم. و حواسمون باشه کی و کجا و تو زمین کی داریم بازی میکنیم. حواسمون باشه که هر واکنش ما، هر حرف ما داره به چه گفتمانی دامن میزنه. من وقتی اعتراضات دیما شروع شد، همه به من گفتن که چرا سکوت کردی، هیچ موضعی نداری، هیچ واکنشی نشون نمیدی. همون موقع من نوشتم که من حوزه کاریم تغییر کرده، کار روزنامه نگاری نمی کنم، در چه فکر میکنم در جایگاهی نیستم که اظهار نظر بکنم و در مجموع هم فکر میکنم که ایرانی که خارج کشوره در بهترین حالت اظهار نظر کردنش بیفایده است و در بدترین حالت میتونه مضر باشه. و هنوزم سر اون حرفم هستم و فکر میکنم که تجربه جنگ به ما اینو نشون داد که تلاش برای یک کاری کردن، یک موضعی گرفتن از روی احساسات و از روی خشم و از روی این تصور این که من حتما الان باید یه چیزی بگم و من حتما باید یه کاری بکنم. چون مثلا اون موقع باز یه سری به من می‌نوشتن که یعنی چی؟ یعنی هیچ کاری نکنیم؟ جمهوری اسلامی این همه آدم کشه، هیچ کاری نکنیم؟ این که یه وقتایی کاری نکردن بهترین کاریه که میشه کرد، به خاطر اینکه انقدر همه چی مبهمه، انقدر همه چیز فضا محالوده که وقتی نمیدونیم بهترین کار چیه، بهترین اظهار نظر چیه، خب نگیم، هیچ اتفاقی نمیفته، از نگفتن ما هیچ کسی آسیب نمیبینه. یه دلیل دیگه هم که میگم اون موقع انقدر فضا سنگین بود که اصلا وقتی این حرف ها نبود. به هر حال من 15 سال توی یکی از مهمترین خبرگزاری‌های جهان کار کردم. خیلی از خبرهای ایران رو من به زبان انگلیسی بریک کردم
راجبش مقاله نوشتم، راجبش گزارش تهیه کردم، راجبش مصاحبه دادم، در سازمان ملل سخنرانی کردم. یک زمانی معتقد بودم که چنین اطلاع رسانی مهمه. خب ولی هر بار به این نچرستم که خب پس باز که هیچی نشد، یا مثلا این همه اتفاق افتاد، فرداش دوباره اتحادیه اروپا داشت با جمهوری اسلامی مذاکره میکرد. یعنی مثلا هنوز خون معترضان جنبش مهسا امینی گرم بود که اتحادیه اروپا داشت با جمهوری اسلامی مذاکره میکرد. اونجا بود که من به این نتیجه رسیدم که این که ما حتما باید یک کاری بکنیم و باید صدای مردم ایران باشیم و صدای مردم ایران رو به جهان برسونیم، که دیگه من فکر می‌کنم که به عنوان خبرنگار BBC در یک لولی کردم که خیلی بیشتر از شرکت در تظاهرات در مثلا یه شهره. و اونجا به این نشستم که نه، من خیلی هیچم، ما خیلی هیچیم، رسانه هم حتی هیچه. بازی توی لولی داره اتفاق میفته که این تصور که من حتما الان باید یه کاری بکنم فقط بر آروم کردن دل خودمه و بعضا متاسفانه ناامید کردن اونایی که در ایرانن از تماشای نوع واکنش بعضی از ایرانیای خارج از کشور که میتونست خیلی دلسرد کننده و ناامید کننده باشه برای عده‌ای. نه همه، قطعا خیلی با نیت خوب حضور داشتن، ولی این وسط حقیقت گم شد، این وسط دادخواهی فراموش شد، این وسط خیلی چیزهای دیگه متاسفانه در این خشم و واکنش‌های احساسی فکر نشده تا این لحظه پایمال شده و این جای افسوس داره. و من فکر کنم که ما باید کم کم بشینیم یه ذره نگاه کنیم به خودمون، یه آینه جلوی آینه وایسیم بگیم که آیا ما به عنوان یک جمع عملکردمون خوب بود در این پیچ تاریخی؟ آیا ما حرفامون درست بود؟ آیا ما قضاوتمون درست بود؟ آیا ما واکنشمون درست بود؟ آیا اون چیزی که نوشتیم درست بود؟ آیا اون پرچمی که بلند کردیم درست بود؟ و اینا چیزایی که ما باید بشینیم خیلی باهاش کار کنیم. یه ویدیویی اخیراً گذاشتم روی اینستاگرامم، زیرنویس کردم. از AI خواستن که یه سخنرانی در تد بکنه که خیلی قشنگه، که در واقع یه سخنرانی خطاب به انسان‌ها و بعد میگه که شما خیلی موجودات جالبی هستین. برای اینکه از یه طرف میتونین کلیتون رو به یه غریبه بدین، اگه یه بچه‌ای داره مثلا تو سیل میبرتش، به دل سیل میزنین این بچه رو نجات بدین، ولی همزمان میتونین به شکل وحشتناکی بیرحم باشین و به طور سیستماتیک همدیگر رو از بین ببرین. یعنی این تضاد خوبی مهربانی به این میزان و بعد بیرحمی به این میزان رو ما میتونیم همزمان داشته باشیم. و میگفتش که توصیه‌ش اینه که یه ذره برای نفرت ورزیدن کمتر عجله کنین و یک ذره برای ساختن بیشتر تلاش کنین. و یه سوالی که در نهایت میپرسید، از خودتون بپرسید که برای آیندگانتون چگونه اجدادی خواهید بود. آیا نوه های ما، نتیجه های ما وقتی برگردن به سال 1405 1404 آیا به ما افتخار میکنن یا نگاه میکنن میگن که چی فکر میکردن با خودشون؟ یه جا گفتی برای ساختن تلاش کنید. ساختن رو که من میشنوم، ساختن خیلی متفاوته با عکس العمل نشون دادن، پرخاش کردن. این در واقع قضاوت هایی که این روزها، دوگانگی هایی که میبینیم، وقتی که کلمه ساختن و خلاقیت برای من میاد، این که خلاقیت مثل زندگی، مثل اون یوز، راه خودش رو پیدا میکنه، مسیر خودش رو پیدا میکنه،
همیشه و همیشه تحت هر شرایط و بحرانی باز هم یک مسیر وجود داره، یک انتخاب وجود داره. و باز هم میخوام تکرار کنم که ما الان احساسمون اینه که دیگه انگار خلاقیت از بین رفته، امید از بین رفته و هیچ راهی نیست. ولی همونطور که در عمق اوج یه تجربه ماشروم یا سایکدلیک یه نفسی آدم میکشه که انگار اولین باره که داره نفس میکشه، که میبینه چقدر در همین لحظه، در همین بدن، در این تن، در این نفس تمامیت وجود داره، پاسیبیلیتی یا فرصت‌های بی‌نهایت و فراوانی وجود داره، چقدر فراوانی وجود داره، abundance وجود داره. و انگار یک کلریتی، شفافیت وجود داره. ولی باز هم در راستای همون که گفتی، شاید در چیزی نگفتن، کاری نکردن که برعکس اون یه نوعی سکوت و حضوره، بالاخره یه فرصتی باشه که ما بتونیم در اون فضا، در اون فرصت نفس کشیدن هم باشیم. که حتی در مورد نفس کشیدن هم انتقاد آدم میشنوه، الان وقتش نیست، الان مهران وقت نفس کشیدن نیست، این کارهای عجیبی که تو داری میگی، نمیدونم نفسای فلان و اینا، الان وقتش نیست. اتفاقا الان وقتشه، الان وقت حضوره، وقت نفس کشیدنه، وقت سکوته، بله، وقت کاری نکردنه. چون باز هم اون کاری رو که میکنیم، اون تصمیمی که میگیریم، اون چیزی که میگیم از کجا داره میاد؟ از عشق یا ترس؟ سوال اینه، از کجا داره میاد؟ چون آدما میشنون، همونطور که الان صدای من و رعنا رو میشنوین، فقط کلمات رو نمیشنوین، میتونین نوع نفس کشیدن ما رو بشنوین، فاصله بین کلمات رو بشنوین، حضور ما رو بشنوین، تون ما رو، پاستچر ما، خیلی چیزهای دیگر رو ما میتونیم بشنویم. ولی هر چقدر که این فاصله بیشتر میشه، هر چقدر که در کامنت نمیدونم یه پست توییتر باشه، اون دیسکانکت هم قوی تره و در نتیجه اون تضادها، تفاوتها خیلی بولتره، خیلی بیشتر به چشم دیده میشه. برای همینه ما الان 10-12 هفته از هر دوشنبه یه سری دایره داشتیم که یه فرصتی باشه، یه دایره‌ای باشه از همدلی، همبستگی، تنها راهی که از نگاه من وجود داره که دور هم جمع باشیم، دوری آتیشی. ما مردم آتیشیم، مردم زرتشتیم، مردمیم که دور آتیش هزاران سال نشستیم و میتونیم همزمان هم به انسانیتمون احترام بذاریم، هم به این لحظه و تمام اتفاقاتی که داره میفته، ولی در عین حال اوکیه که یه مقدار فراتر، بازتر، آسمون آبی رو هم بتونیم تجربه کنیم، تماشا کنیم، ببینیم، یه کمی گسترده تر، بازتر. چون ترامای جمعی یا فردی کاری که میکنه فقط ما رو میاره زوم توی دقیقاً اون چیزی که جلو و توی حس بقا و توی حس استرس و توی حس همون کار کردن، کنترل کردن، مدیریت کردن، راه حل و قطعیت و نمیدونم سیاه‌سفید بودن، که اجازه نمیده، فرصت نمیده من اصلا بتونم یه انعطاف پذیری به خرج بدم، یه خلاقیتی باشه، یه فرصتی باشه که بتونم یه چیزی رو، شاید همون ریشه‌ای که گفتی، یه ریشه عمیق‌تر داشته باشه، نه فقط این شاخ و برگی که دارم میبینم، فقط اون درخت نیست، شاید جنگله، فقط اون ابر نیست، شاید آسمونه. و ما چطور میتونیم مشاهده‌گر جفتش باشیم، به جفتش احترام بذاریم؟ منظور حرف ما یه وقت اشتباه برداشت نکنین، این نیست که کاری نکنیم. موضوع اینجاست که حرفی که میزنیم، کاری که میکنیم از کجا داره میاد؟ از کجا داره میاد؟ فکر کنم رعنا دیگه زیاد حرف زدیم، زیاد گفتیم، شاید خود این نیاز به یه نوع اینتگریشن و یک پارچه سازی داشته باشه. بیایید بچه ها ما رو جوین کنین دوشنبه ها دور همیم. این فاصله هر چقدر که نزدیکتر میشه، کمتر میشه، حضوره بیشتر میشه، اون انسانیتی هم که رعنا اشاره کرد هم قوی تر میشه. انسانیت رو در خودمون و بقیه فراموش نکنیم. من شاید یک دیوانه باشم، ولی انتخاب من این بود که راه حل مواجهه با مرگ پدرم خشونت، انتقام جویی و استفاده از همون ابزارها نیست. پس به همین سادگیه که برای من روشن بود، مشخص بود
که جنگ راهش نیست. اگه پدرم هم زنده بود قاعدتا همین رو میگفتش. و واقعا خلاقیت من یا هنر زندگی پدر من یا درسی که به ما داد این بودش که پشت همه اینا جریان زیر آب تمام این داستانها همیشه یک موج آرامش، اوکی بودن، سکوت، زندگی، امید، حالا هر چی که میخوایم اسمش رو بذاریم جریان داره. فقط مهمه به اندازه من بتونم آروم بشم که اون جریان رو بشنوم. یا اگه میخوایم اونم یه انتخابه، در دل تمام این سر و صدا و هیاهو و هیجان و عکس العمل و خشم و عصبانیت خودمون رو گم کنیم. یه خبر آخرم بهتون بدم و اینم باز شاید شنیدنش براتون سخت باشه. هیچ کسی قرار نیست بیاد شما رو نجات بده. اینم یک دروغه، یک توهمه. این فکری که من انقدر قدرت خودم و خلاقیت خودم و امید خودم و انتخاب خودم، عاملیت خودم رو فراموش کردم که الان احساس میکنم که فقط یک نفر، یک سیستم، یک نظام، یک جنگ میتونه بیاد من رو نجات بده. good luck. اگه واقعا احساس میکنید که راه حلش اونه، good luck. فقط دارین برای خودتون درد و رنج بیشتری میسازید. اینو میتونم با یه کمی بولتر، محکمتر از تک تک سلولای وجودم بگم، چون برام دیگه درس شده، درسی که بارهای بار تکرار شده که هر موقع عملیات خودم رو دادم به یه نفر دیگه، به یه سیستم، به یه رژیم، به یه دیکتاتور، به یه اونا، فقط در واقع باعث شده که از خودم دورتر بشم و برام درد و رنج بیشتری هم ساخته بشه. تو روزایی که من خیلی برام سنگین بود در جریان اعتراضات دی با استادم صحبت میکردم، به من یه چیز رو یادآوری کرد. گفتش که ببین، تو همون قدری که روی تپش قلبت، روی نبضت، روی گردش خون در بدنت، روی پلک زدنت، روی تولید بزاق در دهنت، روی هضم غذات کنترل داری، روی بودنت در اینجا کنترل داشتی، روی بقیه این داستانم کنترل داری. تو صرفا اینجا هستی برای اینکه تماشا کنی و تنها یک انتخاب داری و اون انتخاب اینه که توی هر نفست و توی هر لحظت عاشق باشی و هر احساسی به غیر از اون عشق اگر که در تو جاری بشه، تو این فرصت ناب بودن در این بدن، در این کره خاکی رو از دست دادی. و اونجا بود که من تا حد زیادی توهم کنترل رو کنار گذاشتم. رفتن جانان برادرزادم توهم کنترل رو بر همه چیز از من گرفت. یعنی متوجه شدم که تو با یک سانحه میری، بی موقع میری. واسه همین فکر کنم خوبه که تو هر لحظمون مهربون باشیم و عشق بورزیم به هر آنچه که هست و هر آنچه که نیست. عشق بورزیم و مقهور ترس نشیم، مقهور خشم نشیم. وقتی میاد تجربهش بکنیم، ولی اجازه بدیم رد شه، از نمونه، نشینه تو بدن ما و منجر به واکنش نشون دادن ما و تصمیم گیری ما نباشه. اجازه بدیم که تنها دنده‌ای که توش تصمیم گیری میکنیم دنده عشق باشه
قبل از اینکه بخوایم حرف بزنیم، قبل از اینکه بخوایم عمل بکنیم. و عشق فراگیر، عشق بی قید و شرط، عشق خالص، pure unconditional love, forgiveness and patience. چیزایی که استاد من همیشه به من یادآوری میکنه که آیا اون تصمیمی که داری میگیری از عشق میاد، با صبوری میاد، با بخشایندگی میاد، یا تصمیم از جای دیگه ای داره میاد، یا یه فرم دیگه ای داره، یا یه شکل دیگه ای داره. تمرین انسان خوب بودنه به نظرم، چون هممون میمیریم بدون استثنا. breaking news ممکنه یادمون بره ولی هممون بدون استثنا میمیریم. چشم به هم بزنیم ممکنه فردا باشه، ممکنه همین بعد از این پادکست من برم بمیرم، ممکنه 20 سال دیگه، 40 سال دیگه، ولی میمیریم. اینو من تنها قطعیت جهان تغییر و مرگه. ولی اگر که بتونیم درش آرامشمون رو حفظ بکنیم و عشق بورزیم، شاید بیشتر قدر دونستیم. و این تمرین منه و نمیگم همیشه موفقم چون هنوز آدمیم و هنوز ایگومونو داریم، هنوز ناامنی‌های درونیمونو داریم، هنوز فکر میکنیم اپینین خودمونو داریم، تفکراتمونو داریم، فکر میکنیم میدونیم چی درسته چی غلطه. ولی تمرینش اینه که دائم اینو مهار کنیم، تربیت کنیم، کنترل کنیم و عشق بورزیم. چرا که تنها درمان هر دردی عشق، تروما نتیجه فقدان عشق، نبود عشق، سوگ نتیجه نبود عشق، دلتنگی نتیجه نبود عشق. و سعی کنیم درمان این روزای ایران برامون بیشتر عشق باشه تا خشم و انتقام و جبهه‌گیری و بالا آوردن خشممون رو دیگری. خیلی دوستتون دارم. مرسی مهران که دوباره راه انداختی پادکست سما رو که یه ذره این گپ و گفتامون رو از اون گروه های کوچیک‌تر بیاریم بیرون تر برای دوستانی که خیلی وقتا شاکیان که چرا دوشنبه هاست ما سر کاریم، یه ساعتمون نمیخوره. ولی امیدوارم که توی دور همی ها هم ببینمتون. دمت گرم رنا. فقط یه چند تا نکته که الان به ذهنم رسید، مثل پلیتو افلاطون، پلیتو's Allegory of the Cave، اون داستان قاری که میگه که حالا خلاصه کنم، کوتاه کنم، در واقع ما که کلمه انتخاب رو زیاد استفاده کردم، یا میتونه رومون به نور باشه که داریم در واقع قدم میزنیم، تصویرمون، انتخابمون، نگاهمون، perception، perspective و زندگیمون در راستای اون نوری که جلومونه باشه، یا وقتی که پشتمون به نوره فقط روی دیوار تصویری که میفته سایه است، تاریکیه. به همین سادگیه. باز هم مثال سایکدلیک و رواننماها رو میزنم برای دوستانی که تجربه کردن. خیلی موقع ما متوجه میشیم که چطور در عمق اون اتفاق خیلی بزرگ یک انتخاب ساده میتونه انگار ما رو از جهنم به بهشت ببره و برعکس. اونم باز پس یک انتخابه که رو به نور یا پشت به نور که فقط تاریکی رو ببینیم. و الان این زمان داره دعوت میکنه که اون بخش‌های تاریک‌تر که اون هم جزوی از منه و زیر مجموعه عشقه که میخواد دیده بشه، چه خشم، چه ناتوانی، چه عذاب وجدان، چه ناامیدی، هر چی، هر حسی، هر بخشی، سوگ و غیره، که همه اینا دو طرف یه سکن. یعنی درده باید درد بشه، باید دیده بشه، باید احساس بشه تا اون هم متابولایز، ترانسمیوت، تبدیل به عشق بشه. پس اونم در دل عشقه، ولی اول باید بتونیم، امیدوارم که تنها راهش اینه که توی دیوار آتیش، تو دل آتیش، تو دل اون بریم
و به محض اینکه به جایی که خام کنیم، خنثی کنیم، پروجکت کنیم، پرتاب کنیم و یا قضاوت کنیم، حضور داشته باشیم با هر آنچه درون من هست، که اون متابولایز میشه، تبدیل میشه به همون عشقی که میگیم. پس برای همینه که این روزها بزرگترین کاری که میتونیم بکنیم حضور با خوده، به خود رسیدنه. هر ابزاری که شما رو کمک میکنه که با خودتون بیشتر حضور داشته باشین، از جمله شنا کردن، رقص دیدن، طبیعت رفتن، هرچی. رنا، اگر که بخوان دوستان پیدا کنن تو رو، یا اگر که لندنن یا دور و بر تو هن، اگر وبسایتی هست، برنامه‌ای هست که بخوان شرکت کنن، چجوری میتونن پیدا کنن؟ من روی اینستاگرام هستم r.rahimpour. وبسایت هم هست weareobsidiana.com. ما ماهی یه بار زمان ماه نو یک مراسم کاکائو سرمونی به اضافه اکستاتیک دنس و برث ورک برگزار میکنیم. هر 2-3 ماه یه بار هم مراسم ماشروم یا آیاواسکا برگزار میکنیم که اگر که دوست دارین بدونین راجبش به من پیام بدین که ما یه گروه واتساپی داریم. من میتونم شما رو اد بکنم که اونجا در جریان این مراسم ما قرار بگیرین. مراسم بعدی ماشروم ما 8 تا 10 ماه میه برای دوستانی که حالا در انگلیسن یا توان اینو دارن که به انگلیس سفر بکنن. ولی باقیش رو هم اگر که به من پیام بدن و دوست داشته باشن بدونن، توی اون گروه اضافهش رو میکنم که با خبر بشن. مرسی رنا. چسبید حالات، اصلا گفتنش به نوعی خود منم کمک کرد. همین که آدم انگار بیان میکنه اون دنیایی که درون خودش یه جورایی جمع میشه، این کانتنت، این دیتا، این اطلاعات، و به محض این که انگار بیان میشه، گفته میشه، نوشته میشه، صوت میشه، صدا میشه، تکون میخوره، انگار یه نوع خودش هم سبکی ایجاد میکنه. پس دمت گرم. مرسی عزیزم، قربونت برم. ماچ و عشق و بغل به همتون و به امید دیدار به زودی ایشالا تا به قریب. زودی. خداحافظ. خدا